سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم که حالتون عالی 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 باشه. من مایام، به چنل یوتیوبم خیلی خوش اومدین. من تازه از مدرسه اومدم، میخوام آماده شم برم باشگاه. اما قبل باشگاه من یه روتین خاصی دارم و بعد باشگاه میام خونه و میخوام برم کلاس زبان. و امروز کلا روز شلوغیه، گفتم که بیام و باهاتون امروز رو ولاگ کنم. الانم میخوام این ماسکو بذارم که دوستم داده، واقعا نمیدونم اصلا برای چیه، ترجمه‌اش هم نکردم که اصلا باید چجوری استفادهش و اینا نمیدونم. میزنیم دیگه همینجوری پیش به سوی ماسک زدن. از ایناست که اینجوری موادیه و خودت با دست بزنی این شکلی میزنیم دیگه. ببینیم وای چقدر بوش خوبه. میزنیم ببینیم دیگه اوضاع از چه قراره. همین الان ماسکو گذاشتم و یه همچین حالتی شد، یعنی با تمام وجودم امیدوارم که بهش حساسیت ندم و کار کنه دیگه ایشالا. سلام رضایی، من ارادت خیلی زیادی داریم نمیگیره. یادش چیزی داریم که دارم دیگه زندگی هر شاق سر داریم تو مطمئن سر داریم عروس اینجا به صورت خیلی یهویی تصمیم گرفتم که آرایش کنم برای باشگاه و به خودم خیلی برسم و همچنین تصمیم گرفتم که یه قهوه خیلی مشتی برای خودم درست کنم و بعد برم باشگاه. اینجا بازی مینی والیبال رو تماشا میکنید که سانس دوم یا سوم باشگاه ما و بازیشون باحاله. اینجا یه جا انداختن، دریافت کردم و این بازیکن با پا خراب کرد. از کلاس زبان که اومدم یهو سرم زد چرا موهام این شکلیه و خیلی یهویی تصمیم گرفتم که کوتاش کنم و الان باید بشینم درس بخونم به خاطر اینکه فردا یک شنبه است و من ادبیات و ریاضی دارم. بچه‌ها این قسمت رو جدید چیدم، اون که ویژن بوردمه، این گله و این عطرم و پیگیلیامه که خیلی جیگولن. این گلم که میبینین دوست صمیمیم برام گرفته و خیلی دوستش دارم و امیدوارم که بمونه. غیور میشه وابسته پس. سلام بچه‌ها، چطورین؟ به یک روز دیگه با من خیلی خوش اومدین. امروز قراره کار متفاوتی بکنیم، شاید هم نه. بذارین از امروزم براتون بگم. بچه‌ها امروز مدرسه یه بازارچه طوری بود که میتونستی بری وسایل بچینی و وسایلی که مثلا درست کردی یا میخوای بفروشی رو بیای اینجا بفروشی. من کوکی درست کردم و چیزایی پک چیدم و خیلی گوگل مگول و خوشگل بود. 500,000 تومان، نزدیک 500,000 تومان سود کردم و الان واقعا یک آدم خیلی خوشحالم. واقعا روز خوبی بود. الانم همین الانی که تازه از باشگاه برگشتم، الان باید یه خورده اتاقم مرتب کنم چون خیلی داغونه. ولی قبلش یه دونه چای کرک بر خودم درست کردم. داره بود میگم بچه ها، من همین الان از دویدن اومدم و یه دوش گرفتم و دیگه کاری لازمه و بهداشتی اونجور چیزا همه رو انجام دادم. الان نوبت میرسه به چی؟ مجبورم که درس بخونم.
به خاطر اینکه امتحانات مستمر نزدیکه و من باید عربی، ادبیات، ریاضی و علوم بخونم. اینجا 40 دقیقه میشد که درس خوندم و بعد از 40 دقیقه تصمیم گرفتم که با دوستام برم بیرون. زیر نخل فکر این که یکی دیگه پاشه توی تخت اون سخت. سلام بچه‌ها، از یک روز دیگه با من. امروز چند روز بعد از آخرین ولاگی که دیدین، یعنی موقعی که داشتم ادبیات میخوندم، باید بشم بخونمش به خاطر اینکه یه امتحان خیلی مهمیه و همچنین مستمره. یه قهوه مشتی برای خودم درست کردم که بشینم بخونم که هیچ بهانه دیگه‌ای برای نخوندن نداشته باشم. یه جورایی گلدن اور اوه مای گاد، گلدنش که بچه ها ما رفتیم باشگاه، اومدیم بعد الان اومدیم نشستیم پارک. خوشگله. همیشه خوشگله. بچه ها من همین الان از باشگاه اومدم و بذارید بهتون بگم چقدر اتاقم ترکیده. یعنی این حد از کثیفی اتاقمو من تا به حال تو زندگی ندیده بودم. الان میخوام بگم بخوابم چون دیشب برای امتحان نخوابیدم، با اینکه آرایش و اینا دارم. یه ساعت دیگه پا میشم اینجا مرتب میکنم، همون میرم اینا. خب بچه این داشتم آماده میشدم که برم بیرون، مرطوب کننده زدم و اونو پخش کردم. بعد کانسیلر زدم از برند گابرینی که اول از همه اونو با دستم بلند میکنم و بعد اسفنج میزنم و اونو پخش میکنم و بعد فرموژه و رژ لب از ایو سن لورن که باش کانتور میکنم و خیلی دوستش دارم، خیلی رنگش خوبه و هایلایتر هم میزنم به روی بینیم. بعد با همون رژ لب چون که میخوام تو همون توناژ باشه آرایشم، رژگونه میزنم و ریمل میزنم که برندشو نمیدونم و برق لب. امروز فردای دیروزه و خیلی احساس خوبی داشتم با موهام و تصمیم گرفتم که دوباره بشینم پای درسام چون که خیلی زیاد بودن و نشستم و همشو خوندم. بعدش یه غذای مشتی برای خودم درست کردم. خب ناهار رو زدم برمدم و دوباره باید بشینم درس بخونم. اما این درس خوندن عادی نیست، بلکه زبانه. فاینال زبان دارم از 4 تا درس، 8، 7، 6 و 5. اینجا شروع کردم به درس خوندن که فکر کنم حدودای 1.5 ساعت 2 ساعت طول کشید و خیلی استرس داشتم. مرسی از اینکه تا اینجای ویدیو من تماشا کردین و خیلی خیلی خرسندم که تا اینجای ویدیو تونستم افتخار اینو داشته باشم که با شما همراه باشم. دوستتون دارم. سابسکرایب و لایک فراموش نشه. خدافظ.